برترین معلم یک بنیاد خیریه بین‌المللی شده. عزیز رویش بنیانگذار مکتب خصوصی معرفت در کابل است و بنیاد بریتانیایی وارکی جیمز او را در میان 10 معلم برتر جهان قرار داده. از کابل اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد. معلم عزیز، کسی که آوازش اینک از مرزهای سرزمینش فراتر رفته. فقط 5 کلاس درس خوانده. اما بخش عمده زندگیش را وقف آموزش کرده. بنیاد وارکی جیمز مستقر در لندن او را در جمع 10 معلم برتر جهان قرار داده. ما با یک جامعه بسیار سرکوب شده و جامعه فقیر سر و کار داشتیم. برای اینزی جامعه اهمیت آموزش را گوشزد کردن بسیار دشوار بود. ما یک پیام بسیار ساده داشتیم که برای از این کمیته هم بیان کردیم. مثلا برای خانواده ها میگفتیم بله شما فقیر هستین و حداقل یک نان دارین که میتونین امور بین شکم و بین مغزتان تقسیم کنید. لیسه عالی معرفت در غرب شهر کابل 12 سال قبل افتتاحش کرد. در جامعه پس از جنگ، برای پایه‌ریزی جامعه‌ای که در آن انسان ارزش و بهای مناسب خود را پیدا کند. سلام. از دید او معلم خوب همه چیز را برای دانش آموز یاد نمی دهد، اما توان و باور یاد گرفتن همه چیز را در او زنده می سازد. فضایی را برای ما ایجاد کرده که ما برای درس فراتر از درس بیندیشیم و اما رسالت واقعی خود به عنوان یک شهروند و عنوان یک کسی که میتونه به آینده از کشور مفید باشه او را رقم بزنیم. معلم تنها کسی نیست که کیمیا و فیزیک بر ما درس بده. معلم کسی که بر ما علم میآموزه. علم هم همون چیزی را که بر ما آموخته همون انگیزه هست و اون نگاه جدیدی هست که معرفت برای ما ایجاد کرد و این چیزی است که مدیون ساده چون استاد عزیز است. دستاورد بزرگ برای معارف افغانستان، معرفی تصویر متفاوت به جهان. و جز خشونت افغانستان چهره دیگری هم دارد. با 2 پیام ما پیش میریم. یک پیام ای که برای داخل افغانستان ما میگیم که با دنیا رقابت کرده میتونیم. دوم برای دنیا میگیم که ما تنها صادر کننده جنگ و خشونت نیستیم، بلکه ما داریم جاهایی را که افتخار هم برای دنیا و برای وطن خود میبخشیم. جشن کسب عنوان 10 معلم برتر جهان در کابل. تجلیل از مقام معلمی که مدرسه‌اش را به یکی از برترین مدارس افغانستان تبدیل کرده. داستان معلم عزیز حالا روی میز بیش از 60 داور بین‌المللی قرار گرفته تا از میان 10 معلم برتر یک بهترین جهان را برگزیند. بنیاد وارکی گفته جایزه برترین معلم جهان را به کسی می‌دهد که منبع الهام برای شاگردانش بوده و نگاه آنها را نسبت به محیط پیرامون و جهانشان تغییر کرده. حال باید دید معلم عزیز در تحقق این چه انجام داده. اسماعیل شهامت، کابل. 11